سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم جور و صحتمند باشید. امروز با یک ویدیوی جدید در خدمتتان هستم. دوستای عزیز، اینجا شهر زیبای بروج کشور بلژیم است و قسمی که میبینید اینجا دریاچه مینی واتر است که آرامترین و زیباترین جای در بروج میباشه که هر روز هزاران گردشگر به دیدن آن میآیند. هم امروز خواستیم که همراه دوست خوبم این شهر زیبا را بگردیم و از جاهای دیدنی مقبولش دیدن کنیم و قسمی که شما میفهمید در شهر، البته در بلژیم در شهر بروج وافل بسیار مزه‌دار داره که ما همراه دوست خوبم رفتیم و وافل نوش جان کردیم، کمی قدم زدیم، بعد طرف رستوران رفتیم نان خوردن، بعدا آرام طرف خانه حرکت کردیم. دوستای عزیز، اگر از قسم ویدیوهای من خوشتان میآید کانالم را سابسکرایب، لایک، شیر کنین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.